چطوری تو نرم افزار داوینچی هر نقطه از تصویر رو که خواستیم ترک کنیم. بعد از اینکه ویدیو رو وارد تایملاین کردیم وارد بخش فیوژن میشیم، دکمه شیفت و اسپیس رو میزنیم تا منوی سرچمون بیاد، سرچ میکنیم ترکر و ترکر رو میندازیم اینجا و میبینید که روی تصویرمون پنجره ترکر اومده. ما اینو میاریم جایی که میخوایم ترک بشه. من اینو میذارمش روی این ساعت چون میخوام ساعت رو ترک کنم. خود اینو کوچیک‌تر میکنم که راحت‌تر بتونه پیداش بکنه. وارد پنجره اینسپکتورش میشیم، آداپتیو مودش رو میذاریم روی بس مچ. اگر سیستم خیلی قوی ندارید پیشنهاد میکنم every frame رو بذارید، ولی خب من میذارمش روی بس مچ و یه خورده این گزینه رو بیشتر میکنم تا خروجی بهتری بده و بعد این گزینه رو میزنم تا ترکمون